به خیاطی و بروز بودن علاقه داری و دوست داری ترفندهای دوخت رو یاد بگیری، این ویدیو رو تا آخر ببین و سیوش کن و برای همه اونایی که به این ترفندا علاقه دارن بفرست. تو این ویدیو چند مدل ترفند و حتی دوخت آموزش داده شده و خیاطی کردن برات آسون میشه. این ترفند مناسب این فصل برای ست با نیم بوت و کتونی. اگه رژیم گرفتی و شلوارت کمی گشاد شده و وقت رفتن به خیاطی رو نداری، بدون هزینه توی خونه مطابق ویدیو از رو و وسط هم دوخت بزن و در آخر نخت رو بکش تا دوختت مخفی بشه. با این روش هم اصلا مشخص نمیشه که شلوارت رو تنگ کردی، به همین راحتی. اگه اهل مد و بروز بودنی، با یه سوزن شلوار جینت رو به این صورت تر بده و هم بیشتر به چشمت و هم جذاب تر بشه. تا یادت نرفته اون قلب زیر پست رو قرمزش کن تا بریم آموزش بعدی رو با هم ببینیم. اگه پاچه شلوار جینت بلند و میخوای ببریش، این کارو نکن. مطابق تصویر با یه دوخت ساده و راحت تو کمترین زمان به اندازه دلخواهت کوتاهش کن. عزیزان، اگه این پست رو دوست داشتین 3 تا قلب قرمز برای من بذارید.